الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال نمودند که حکم شахмат بازی کردن چیست؟ یعنی حکم شطرنج که شахмат است، شахмат بازی کردنش حکمش چیست؟ و این چنین حکم بازی کردن با نرد حکمش چیست؟ نرد. بارک الله فیکم. اولا بدانید که هر یک بازی که انسان را از واجبات دینی باز می دارد و وقتی انسان را بسیار می گیرد و از پیشرفت دین انسان را باز می دارد، بازی کردن این چنین بازی ها کدام نمودش نباشد غلو کردنش حرام است. کدام نمودی بازی انسان را از عبادت باز دارد، از نماز و غیره، این حرام است. اما اگر انسان را از عبادت باز ندارد، یک وقت معین باشد یا یک وقت کمی باشد، در این گونه حالت بعضی از بازی ها جایز است و بعضی از بازی ها به نص قرآن و سنت حرام است. و البته مسئله شطرنج و نرد، در این مسئله ما صحبت میکنیم و میگویم که بازی کردن شطرنج و بازی کردن نرد این حرام است. شطرنج یعنی شахмат. بازی کردن شахмат در همه حالت حرام است. با پول بازی کردنش یا که بی پول بازی کردنش یا که 5 دقیقه یا که 1 دقیقه بازی کردنش حرام است. بارک الله فیکم. و این مذهب ابو حنیفه و مذهب مالک و مذهب احمد ابن حنبل و بعضی از اصحاب شافعی است و این البته سخن به تحریمش است. 4 مذهب که یک قول از مذهب شافعی است اتفاق میکنند که بازی کردن شахмат حرام است. البته در این مسئله اختلاف وجود دارد، اما قول راجح و قول جمهور علما این حکمش به حرام بودن بازی کردن شахмат است. و دلیلشون، یعنی دلیل برای حرام بودن بازی کردن به بازی شطرنج، از قرآن و از اقوال صحابه است. دلیلشون از قرآن: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. میسر رو میگن که بازی کردن شахмат حتی اگر بی پول هم باشد، بی عوض هم باشد، این قمار است. پس امام قرطبی رحمه الله در تفسیرشون بعد از این آیت سوره مائده آیت 90 و 91 میگویند: هذه الآیه تدل على تحریم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا او غير قمار لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال. یعنی این آیت سوره مائده 90 و 91 دلالت به حرام بودن بازی با نرد و شахмат یعنی شطرنج میکند، در حالت قمار یا غیر قمار باشد، یعنی در دو حالت هم حرام است. بارک الله فیکم. پس دلیل برای حرام بودن شахмат بازی از اقوال صحابه، از سخنهای صحابه، این سخن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه است که علی رضی الله عنه با نزد یک قوم میگذرند که این قوم با شطرنج بازی میکردند. علی به این بازی کننده های شахмат بازی کننده ها میگویند: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. چیست این تماثیل، این شکل رسم هایی که شما بر بالای این نشستید و در بالایش بسیار نشستید؟ یعنی این را استفهام انکاری میگن، یعنی رد میکنند، بازی کردن شطرنج را رد میکنند. و امام احمد رحمه الله میگن که این صحیح ترین روایت در باب شطرنج من قول علی رضی الله عنه است. پس علی رضی الله عنه من میکردن که شطرنج یعنی شахмат بازی باشد. و این چنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما سوال کرده شد که حکم شطرنج بازی چیست؟ عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گفتند که هی شر من النرد. هی شر من النرد، یعنی بازی کردن شахмат از نرد دیده بدتر است و سخت‌تر است. بارک الله فیکم. و ما هم به همین قول جمهور علما می رویم، برای اینکه دلیلشون دلیل قوی هست و بازی کردن شахмат حرام است. و این مذهبی صحابه بود و این مذهبی تابعین بود و این مذهبی سلفی این امت است. بارک الله فیکم. پس هر کسی که شطرنج می بازد به گناه بزرگ دست است. و این چنین حکم نرد بازی کردن یا که نرد شیر هم میگویند، این معروف به یک بازی که یک چیزی که با نقطه ها دارد، این نقطه دارها رو در کف دستش تاب میدهد، بازی میدارند و به این یک طاوله بازیکنک یک چیزی میپرتند و با همین شماره رقم نرده ها رو میجنبانند. البته نرده معروف است در ملت تاجیک، بعضی از نرده بازا هم وجود دارد که ما میگوییم این البته بازی کردنش حرام است.
و برای حرام بودن بازی کردن نرده، بازی نرده حدیث ها وارد شده است. امام ابو داود رحمه الله در سننشون از ابی موسی الاشعری رضی الله عنه روایت میکنند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله. هر کسی که با نرده بازی بکند به تحقیق به الله و رسول الله گناهگار شده است. پس این روایت را امام البانی در صحیح ابو داود صحیح دانستند. البته این روایت صحیح است. بارک الله فیکم. و این چنین امام مسلم رحمه الله روایت میکنند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من لعب بالنردشیر فكأنما صبع يده في لحم خنزیر و دمی. یعنی هر کسی که بازی به نردشیر بکند، یعنی با نرده بازی بکند، گویا که دستش را به خون خوک و گوشت خوک آمیخته کرده است. امام نووی رحمه الله در شرح صحیح مسلم در زیر این حدیث میگویند این حدیث حجت است به مذهب جمهور علما برای حرام بودن بازی کردن نرد. یعنی این حدیث حجت برای حرام بودن نرد است. و معنای میگند صبغ یده فی لحم خنزیر و دمی، دستش رو وارد کرده است به خون خوک و گوشت خوک و خون خوک. معناش این که میگند فی حال اکله منهما و هو تشبیه لتحریم بتحریم اکلها. یعنی اینجا تشبیه شده است، میگند حرام بودن نرد تشبیه و مانندی کرده شده است به حرام بودن خوک، گوشت خوک و البته خون خوک. چگونه که گوشت خوک را خوردنش حرام است، خون خوک را خوردنش حرام است، این چنین بازی کردن به نرد حرام است. و ابن القیم الجوزی رحمه الله میگویند و مفسدة الشطرنج اعظم من مفسدة النرد و كل ما يدل على تحريم النرد فدلالة على تحريم الشطرنج بطريقة أولى. یعنی مفسده و ضرر و فسادی شطرنج یعنی شخمت بزرگتر و اعظمتر از مفسده نرد است. و هر وقت که دلیل می آید برای حرام بودن نرد و اثبات میکند که نرد حرام است، پس همچنین همین حدیث از باب اولا هست که برای حرام بودن شخمات هم دلالت بکند. و این قولی میگند امام مالک قولی مالک است و صاحبان و شاگردان امام مالک رحمه الله و سخن ابو حنیفه و شاگردان ابو حنیفه و قول احمد و اصحاب احمد و قول جمهور تابعین همین است که نرده و شطرنج حرام است و شطرنج یعنی شخمت بازی کردنش از نرده هم وزن‌تر است. پس ابن القیم الجوزی میگند که ولا يعلم احد من الصحابه احلها ولا لعب بها. و هیچ وقت دانسته نشده است که یگان نفر از صحابه شطرنج شخمت بازی رو یا که نرده بازی رو حلال کرده باشد یا که بازی کرده باشد. یعنی یگان نفر صحابه به شخمت بازی نکرده اند و این چنین به نرده بازی دست نزده اند. و الله سبحانه و تعالی در حقیقت صحابگان را از این نمود لغو و لعب الله سبحانه و تعالی اونها را امین نگه داشته است، در پناهش نگه داشته است. پس هر کسی که بازی کردن شخمت را یا که نرده را به یکی از صحابگان نسبت می‌دهد داند که تهمت و افترا به صحابه کرده است. چگونه که اهل بدعت و اهل باطل و ضلالت بازی کردن شطرنج را و یا که بازی کردن شخمت و نرده را به ابو هریره رضی الله عنه نسبت می‌دهند که البته این تهمت است. و البته این سخن را کسان جاهل و کسان میگن که از احوال صحابه بی‌خبرند. پس هر کسی که از آثار صحابه بخبر است میداند که این حرام است و یگان نفر صحابه این را حلال ندانستند. پس بارک الله فیکم بازی کردن به شخمت و بازی کردن نرد این حرام است. و این سخن شیخ ابن القیم الجوزی در کتاب فروسیه ذکر شده است. و امام ذهبی هم رحمه الله شاگرد ابن تیمیه رحمه الله میگند اما شطرنج میگن یعنی اما شخمت اکثر علمای اهل سنت و الجماعت گفتند که بازی کردنش حرام است. پس این سخن علمای اهل سنت و الجماعت بود. و این سخن علما بود که حتی آجوری میگن که تحریم النرد و الشطرنج والملاهی یک کتاب نوشتند که نام کتاب حرام بودن نرد بازی، حرام بودن شخمت بازی و موسیقی. حتی یک کتاب نوشتند با تحقیق محمد سعید ادریس البته وجود دارد.
بس نسأل الله تعالى يوفقنا لما يحب ويرضى ويستعملنا في طاعته، ونسأل الله